و آلمان خود طبعا انشالله موفق میشن که اگر حتی خداوند بخواد که سراسری در اروپا شن. پلانای شما چی هست؟ یعنی پلانای کاریتان در مجموع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون که صدای مرا میشنون و میبینن در هر جا و هر جهت می باشن. صحت و سلامتی همشان خواهانم. ای که شما سوال کردین که در قسمت کمیته ورزشی آلمان که تازه تشکیل شده ما چی نظر داریم، پیش بینی چی پیش بینی میکنیم. در اینجا برادرها وقتی که برادرها حتما صاحب نظره که همه پیشکسوتان فوتبال و ورزش های والیبال و بوکس و پهلوانی و همه بودن در اینجا دوره هم جمع شدن و خواستن که یک خدمت اساسی در برای ورزش افغانستان و چهره‌های و درخشان ورزش افغانستان که روز به روز میاین و اینا کرده باشن و برای جمع‌آوری اینا که بتونن اینا را از طریق تلویزیون و صفحات اینترنتی و مجلات ورزشی که در نظر است که از طریق کمیته و به چاپ برسه، البته به همکاری همین جوانا و برادرایی که در کمیته جمع شدن، ما بتونیم که اینا را به اروپا، امریکا و افغانستان معرفی کنیم و در صورت ضرورت که به تیم‌های ملی افغانستان اینا را بفرستیم و هم افتخارات برای مردم افغانستان، برای ورزش افغانستان و برای امی کمیته افتخارات بزرگ کمایی بکنن که انشالله ما امیدوار هستم که این برادرایی که در اینجا جمع شدن همه با حسن نظر و حسن برادری و اخوت دوره که دیگه جمع شده و صادقانه در این راه روان هستند. شما خب قبلا هم آیسب یک از ورزشکارا را با تیم‌های ملی افغانستان اینا معرفی میکردین. آیا این از طریق کدام فرهنگ بوده، از طریق کدام اتحادیه بوده یا است که انفرادی شما کار میکردین؟ نه، این از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان تقریبا در حدود 10 سال است که برای ما نامه فرستادن که ما از طرف فدراسیون فوتبال نماینده و رسمی در آلمان و اروپا هستم و در وقتی که اینا مسابقات فوتبال انجام میتن در خارج از افغانستان و ما اول میتن و ما کوشش میکنم که از بهترین بازیکنایی که در سطح اروپا و در آلمان هستن انتخاب کنم که برای افغانستان افتخارات را کمایی بکنن و این نتایج را وقتی که ما اینا را به تقریبا 8 بار است که ما اینا را به مسابقات خارج از افغانستان برای کمک تیم ملی افغانستان فرستادیم و نتایج بسیار خوبی را به دست آوردن و یکی از آرزوهای من علاقه مستق و ما متأخرین نقطه کوشش میکنم که از این طریق چون ما در اروپا آمدیم و اینجا مهاجر شدیم و دسترسی به حساب کتو نداریم، از این طریق یک خدمت بتانیم برای مردم افغانستان مخصوصا به ورزش افغانستان که سالها برای ما مردم چک چک کردن در استادیوم اینا، یک خدمت ناچیزی را در مقابل مردم کرده بتانیم. خداوند موفق داشته باشتن. منتها یک سوال دیگه بسیار فشرده که اینای کسایی را که شما روان میکنین به مسابقات تیم ملی افغانستان، البته بسیاری کسایی هستند که مکتب دارن و کار میکنن و ایت مسائل اینا، بازی موضوعشون به این مدت که میرن این چه رقم از شکل رسمی داره یا است که البته این مشکلات زیاد است در قسمت فرستادن برادران یک تعداد از اینا کسایی هستند که اصلا تیمایشان آرزو ندارن که از در این وقتی که مسابقات خودشان هستند با همکاری تیم ملی افغانستان برن در اونجا، چون همیشه وقتی که ما خواستیم اینا بیان به تیم افغانستان برن امرای ترینرای از اینا مقابل ما چیز کرد، مخالفت کردن و گفتن که ما نمیتونیم که بازیکن خود به وقتی که خود ما ضرورت داریم به تیم افغانستان روان کنیم. اما با وجود علاقه و احساس که ورزشکارا خودشان دارن به هر رقمی که میشه کوشش میکنن که از تیم خود اجازه خود بگیرن و
بعد از او با احساس بسیار خوبی وطن دوستی که به حساب دارن وطن پرست هستن، همه واقعا میرن به بسیار خوشی به مسابقات که همراه تیم ملی افغانستان دارن اونجا بازی خود انجام میدن و خوش دوباره پس میان و افتخار زیاد هم میکنن که ما برای وطن خود تانستیم یک مسابقه فوتبال خوب کنیم. واقعا بسیار زیاد تشکر. انشالله بعدا هم سوالات که اگر راجع میشه سوال میکنیم. والا از محترم آجی صاحب نازنین که از شهر دورم تشریف آوردن و پدربون. بله شما خود در اونجا باز تیمای ورزشی هم داشتین و میشه که خودتان هم فعالیت هایتان هم از در شهرتان و هم با اتحادیه خودتان تشریف بکنید بهتر خود. بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب عبدالبصیر ناصری سابق عضو تیم ملی فوتبال افغانستان، سلام خدا خدمت دوستدارهای ورزش که در خارج و داخل از کشور تشریف دارند و ضمناً تماشاچی‌ها و دیدن دوستانی که تلویزیون پیام افغان همیشه تماشا میکنن. ما در شهر که زندگی میکنیم شهر پدربون آلمان است که در اونجا تیم‌های فوتبال، تکواندو، بوکس و پهلوانی داریم و اونا فعالیت دارن. بله. و مخصوصا تیم فوتبال داریم که جوانانش در 3 سال که شهر هامبورگ تورنمنت برپا کرده، مقام های اول، دوم و سوم در 3 سال که در 2006 مقام دوم، در 2007 مقام اول و در 2008 مقام سوم حائز شدن. خود جوانان خوب است که به سطح جوانان افغان و اروپای ما شماست و اونا در کلاب های مربوطه آلمانی بازی میکنن و بعضی وقت که تورنمنت های افغانی گرفته میشه ما اونا را منسجم میسازیم و در این تورنمنت ها اشتراک میکنیم. و ضمن جوانا دیگه فعلا آماده هستند که مثل یک پل ارتباطی بین افغانستان و یا تیم ها و فدراسیون های که در اونجا تشریف دارن، این کمیته که فعلا ایجاد شده به خاطر از اینکه اگر اونا ضرورت داشته باشن در رشته های مختلف ورزشی، مخصوصا فوتبال، پهلوانی، بوکس، تکواندو، یعنی این کمیته همیشه میتونه برای اونا ورزشکارا رو معرفی کنه تا بتونن در مسابقات ملی و بین المللی اشتراک نمایند. بسیار زیاد تشکر از شما. خواهش میکنم. با اجازهتان البته سوالات زیاد است، انشاءالله بنابرای سوال میکنیم. والا از خواهر عزیز خود که واقعا در تمام مسابقات فوتبال دوش شوهر محترمشان همیشه فعالیت کردن، زحمت کشیدن و خود شما هم یکی از بازیکنای تیم ملی بودین. شما در عرصه همشیرای ما یا طبقه ناس چی پروگرام دارین و فعلا مثلا قبلا میشه کمک راجع به کارهای قبلیتون صحبت بکنین که در کدام تیم ها بودین و فعلا چی میکنین و بعد از این مثلا نظر شما درباره همین منسجم ساختن ورزشکارای طبقه ناس ما و شما چه رقم است و چطور میتونیم اینا رو جمع بکنیم و از کدام طریق مثلا تلویزیون خود اختیارشان است انشالله پروگرام ها رو دیدن کسان که علاقه‌مند بودن میتونن که انشالله با هر کدام از اعضای هیئت رهبری که با تماسشون مسائل است. و بخش شما چی است؟ یعنی شما چی نظر دارین خودتون شخصا؟ ما به قدم اول برای همه بیننده‌های تلویزیون سلام و احترامات خود تقدیم میکنم و سابقه سپورت ما عضو تیم ملی والیبال بودم و در مکتب راوبلخی عضو تیم ورزشی بودم و در کلاب کابورا. کلاب کابورا یکی از کلاب های بسیار معروفه که واقعا و استاد ما استاد عبدالله نوابی بود. هر جایی که باشه سلام و احترامات خود ما هم با استاد نازنین ما احترامات و در مدت 20 سال میشه که مهاجر شهر هامبورگ شدیم و خوشبختانه ما در اینجا در یک مکتب در شهر هامبورگ من حیث یک معلم سپورت ایفای وظیفه میکنم. مدت 18 سال میشه و پالی از او پالی رسول در هر مسابقه در هر تمرین امرایشان هستم، تشویقشان میکنم، علم بردارشان هستم. پیامتان به ورزشکاران
همشیره های ما یا طبقه ناس ما چی هست؟ که پیغام ما برای ورزشکارای طبقه اوناس است که در هر نقطه آلمان که هستن در هر اشتی سپورت میکنن. از پیششان خواهش میکنم که صفحه اینترنتی ما در روی تلویزیون نوشته است، خود به ما میل کنن، تلفن کنن، ایمیل نوشته کنن که ما بتانیم مثل که همونطور گفتن که تیم های بچه هستن و هر رشته فوتبال، باکس و ما میخواییم که یک تیم دخترها داشته باشیم. همونطور با کمک تیم های ملی افغانستان از اینجا ما کمک بر از واق کنیم در هر رشته که باشن و هر سن سال که باشن. آرزو دارم که خدا میل کنن و در اینجا تیم هایی را بسازیم. خداوند موفق داشته باشید. انا امیدوار هستم که انشالله آوازتان همگی ورزشکارای افغان ما طبقه ناس در هر جایی که هستن شنیدن انشالله. اونم کسانی که دالر شاید بیچاره در گروپ های مختلف ورزش کرده باشن. من همانا که مسئول کار جوانان مسئول جوان است که باید است این کار حتمی شود. باید حتمی شود. مسئولیت دارم. من زحمت خوری خودم میکشم تا حد امکان و بدون کمک جوانای ما طبقه اوناس که وظیفه ما دارم بار دوشم است، بدون کمک از ما هیچ چیز کردن نمیتونم. باید اون همراه ما هم قدم باشه، همراه ما هم کمک کنه. باید کمکشان ضرورت داره. حتما انشاءالله. خود تشکر همشیره گل. آله از محترم آقای جوادی، البته خوش آمدید. کل تانا گفتم بازم مجددا خوش آمدید. شما در مورد از اینکه مخمه فهم که کارهای تبلیغی و اینا را زیاد انجام دادین و نام خدا بسیار فعال هم هستین. اگر خود شما وظیفه تانه و کارتانه در این اتحادیه نقشتانه خودتان بیان بکنین بسیار کار نیک میشه. تشکر تیمور جان. ما اول سلام های خدا خدمت هموطنان عزیز خود در هر نقطه دنیا که هستن میرسانم. بعد از خدمت شما عرض بکنم که امی برادرها که ما جمع شدیم یک جای و به خاطر بهبود فعالیت های ورزشی افغان‌ها در آلمان یک اتحادیه را بنا گذاشتیم. همگی به می یک نیت و یک هدف انسانی و نیکی که ما بتانیم از این طریق یک خدمت را برای جامعه ورزشی افغانستان انجام بدیم. دیگه در این بخش شما می عزیزایی که اینجا امروز تشریف دارن هر کس در هیئت رهبری یک مسئولیت داره. بله. که مسئولیت همی کار نشرات و تبلیغ و سایت اینترنتی و همین مسائل به عهده ما گذاشته شده و ما در این مدتی که بسیار کم میشه تلاش خود کردیم که تا همین فعالیت های اتحادیه را و در مجموع کارهای ورزشی که در آلمان صورت میگیره همین از طریق سایت اینترنتی خود دیگه امکاناتی که از طریق کمک دیگه دوستا از طریق تلویزیون ها برای ما مساعد است انعکاس بدیم و تا جایی که دوستا خودشان میبینن هموطنای ما شاهد هستن. ما دمی آغازین کار هم یک مقدار دمی مسیر کار خود پیش بردیم و در آینده هم تو قصد داریم آقای صدوزی که ما یکی از بخشای فعالیت اتحادیه ما علاوه بر برگزاری جشنواره های ورزشی، تورنمنت ها، مسابقات و ایگپا این باشه که ما اون جوانای ما که امروز در آلمان هستن و ورزش میکنن و دستاورد دارن مثل که آقای کوهستانی یکی دو مثال گفتن، ما مثال های بیشتر هم میتونیم داشته باشیم. اینیا را بیرون بکشیم یا را برای مردم بشناسانیم تا حق از اینا ادا شود. اما تو در پولیش بزرگای ما، ریش سفیدای ما، بزرگوارا و پیشکسوتا و سابقه دارا هم حق دارن سر ما، سر همگی ملت که حقشان ادا شود، نامشان گرفته شود، از فعالیتایی که کردن برای مردم آگاهی داده شود تا مردم و به خصوص نسل جوان ما از اینا بیاموزن که مثلا ستاره های فوتبال که